شفای زندگی، فصل 7، با خوانش پریسا زنگنه. شیوه دگرگونی. من با شادمانی و آسانی از سدها می گذرم. من شیوه ها را دوست می دارم. همه نظریه های جهان نیز بدون دانستن چگونگی به کار گرفتن آن یکسر بیفایده است. من همواره انسانی بسیار عملگرا با نیاز شدید برای دانستن طرز انجام کارها بودم. اصولی که اکنون بر آن کار خواهیم کرد عبارتند از پرورش اشتیاق برای رها کردن، تسلط بر ذهن، آموختن این که چگونه بخشودن خود و دیگران رهایمان می کند. رها کردن نیاز. گاه هنگامی که برای رها کردن الگویی می کوشیم می بینیم که گویی اوضاع یکسر خرابتر می شود. این نشانه منفی نیست، نشانه این است که تغییر وضعیت آغاز شده است و جملات تأکیدی ما سودمند قرار گرفتند و برای ما نیز لازم است که به راه خود ادامه دهیم. مثالها: برای افزایش ثروت سرگرم کاریم و کیف پول خود را گم می‌کنیم. برای بهبود روابط خود سرگرم کاریم و نزاعی در زندگیمان پیش می‌آید. برای بهبود سلامت خود سرگرم کاریم و سرما می‌خوریم. برای نشان دادن استعدادها و خلاقیت خود سرگرم کاریم و گرفتار آتش سوزی می‌شویم. گاه می‌بینیم مشکل در مسیر دیگر شروع به تغییر می‌کند و موجب فهم و بینش بیشتر می‌شود. مثلا تصمیم گرفته اید سیگار خود را ترک کنید و می‌گویید من میل دارم که از احتیاج به سیگار دست بردارم. به هنگام ادامه این کار می‌بینید که در روابط خود آسوده نیستید. ناامید نشوید، این نشانه آن است که این فرایند سرگرم کار است. شاید از خود سوالهای بیشماری از این دست بپرسید که آیا من مشتاقم که روابط ناخوشایند را رها کنم؟ آیا سیگار فضایی دودآلود آفریده بود که نمی‌گذاشت دریابم که این روابط تا چه اندازه نامطلوب هستند؟ چرا من چنین روابطی را می‌آفرینم؟ پی می‌برید که سیگار تنها عارضه است، نه علت. اکنون در حال پرورش بینش و ادراکی هستید که شما را آزاد خواهد کرد. آنگاه شروع می‌کنید به گفتن این که من مشتاقم نیاز به روابط ناآسوده را رها کنم. آنگاه در میابید که دلیل ناآسودگی شما این است که به نظرتان مردم بیوقفه از شما انتقاد می کنند. با وقوف به این که خود ما همواره تجربه های خیش را می آفرینیم، اکنون آغاز می کنید به گفتن این که من مشتاقم که نیاز به مورد انتقاد قرار گرفتن را رها کنم. آنگاه درباره انتقاد می‌اندیشید و در می‌یابید که در کودکی انتقادهای زیادی از شما می‌شد. کودک درون شما تنها هنگامی احساس در خانه بودن می‌کند که از او انتقاد شود. شیوه پنهان شدن شما از این امر فضایی دودآلود آفریده بود. شاید ببینید که گام بعد تأکید بر این است که من مشتاقم فلان مورد را ببخشم. هنگامی که به تکرار جملات تأکیدی خود ادامه می دهید، شاید متوجه شوید که سیگار دیگر برای شما کششی ندارد و افرادی نیز که در زندگیتان حضور دارند دیگر از شما انتقاد نمی کنند. آنگاه پی می برید که نیاز خود را رها کرده اید. به انجام رساندن این کار معمولاً اندکی وقت می گیرد. اگر با ملایمت و پشتکار به پیش بروید و مشتاق باشید که هر روز چند لحظه آرام را به اندیشه درباره فرایند دگرگونی خیش بگذرانید،
پاسخهای خود را خواهید یافت. هوشمندی درون شما همان خردی است که کل این سیاره را آفریده است. به هدایت باطنی خود اعتماد کنید و یقین بدارید که آنچه دانستنش برای شما لازم است بر شما آشکار خواهد کرد. تمرین: رها کردن نیاز. در کلاس من میگویم که شاگردان این تمرین را 2 به 2 انجام بدهند، اما شما می توانید با استفاده از آینه، ترجیحاً آینه بزرگ، همین تمرین را به تنهایی انجام بدهید. لحظه‌ای به آنچه می خواهید در زندگی خود عوض کنید بیاندیشید. مقابل آینه بروید و در چشمان خود نگاه کنید و به صدای بلند بگویید: من اکنون میفهمم که خودم این وضع را آفریدم و اکنون مشتاقم آن الگوی آگاهیم را که مسبب این وضع است رها کنم. چند بار با اشتیاق جمله بالا را تکرار کنید. اگر یاری در این تمرین همراهیتان می کند، باید از شما بپرسد که آیا این اندیشه واقعاً خواسته راستین شماست یا نه؟ و شما باید یار خود را مجاب کنید که واقعاً آن را می خواهید. از خود بپرسید که آیا به راستی آن را می خواهید؟ در آینه خود را مجاب کنید که این بار آماده هستید که از اسارت گذشته بیرون بیایید. بسیاری از مردم در این مرحله می ترسند چون نمی دانند چگونه این رها کردن را به انجام برسانند و تا زمانی که پاسخ همه پرسش‌های خود را ندانند می ترسند خود را متعهد کنند که این فقط نشانه مقاومت بیشتر است. تنها کاری که لازم است بکنید این است که از این مرحله بگذرید. یکی از مهمترین نکته‌ها این است که لازم نیست چگونگی انجام آن را بدانیم. تنها چیزی که لازم است اشتیاق است. خرد کائنات یا ذهن نیمه هوشیار شما خود به انجام چگونگی ها خواهد پرداخت. هر اندیشه‌ای که به ذهنتان بگذرد و هر کلامی که بر زبانتان جاری شود پاسخ خواهد یافت و نقطه اقتدار در این لحظه است. اندیشه هایی که در این لحظه از ذهنتان می گذرد و کلامی که در این لحظه بر زبانتان جاری می شود آینده شما را خواهد آفرید. ذهن شما وسیله است. شما بسی فراتر از ذهن خود هستید. شاید فکر کنید که همه این نمایش با ذهن شما انجام می گیرد. اما این تنها به این دلیل است که به ذهن خود آموخته اید که چنین بیاندیشید. می توانید این آموزش را پس بگیرید و دیگر بار ذهن خود را که وسیله‌ای بیش نیست آموزش دهید. ذهن شما مانند ابزار و وسیله‌ای است که به هر طریق که دوست دارید می توانید آن را به کار بگیرید. شیوهی که اکنون ذهن خود را به کار میبرید تنها یک عادت است و هر عادتی را اگر بخواهیم می توانیم عوض کنیم. حتی اگر بدانیم که امکان عوض شدن آن هست کافی است. لحظه‌ای گفتگوی درونی ذهن خود را خاموش کنید و به راستی به این مفهوم بیاندیشید که ذهن شما مانند ابزار و وسیله‌ای است که می توانید به هر طریقی که دوست دارید آن را به کار گیرید. اندیشه هایی که انتخاب می کنید تجربه های شما را می آفریند. اگر معتقد باشید که عوض کردن یک عادت یا یک اندیشه سخت و دشوار است، آنگاه این اندیشه که برگزیده اید برای شما به واقعیت در خواهد آمد. اما اگر این اندیشه را انتخاب کنید که ایجاد دگرگونی ها برای من آسانتر شدند، انتخاب این اندیشه آن را برای شما به واقعیت در خواهد آورد. تسلط بر ذهن. در باطن شما هوشمندی و اقتدار وصف ناپذیری است که مدام به اندیشه ها و کلام شما پاسخ می دهد.
هنگامی که با انتخاب آگاهانه اندیشه‌های خود تسلط بر ذهن را می‌آموزید، خود را با این قدرت متحد می‌کنید. نپندارید که اختیار شما تابع ذهن است. اختیار ذهن در دست شماست. شما از ذهن خود استفاده می‌کنید. شما می‌توانید اندیشه‌های قدیم خود را متوقف کنید و از اندیشه‌های کهنه دست بردارید. هرگاه اندیشه قدیم شما کوشید که باز گردد و بگوید عوض شدن خیلی سخت است، اختیار ذهن را به دست بگیرید و به ذهن خود بگویید من اکنون این اعتقاد را انتخاب می کنم که ایجاد دگرگونی ها برای من آسانتر شده است. شاید مجبور شوید که این گفتگو را چند بار با ذهن خود ادامه بدهید تا سرانجام تصدیق کند که اختیار در دست شماست و هرچه شما بگویید همان خواهد شد. تنها چیزی که در اختیار شماست اندیشه این لحظه است. اندیشه های قدیم که رفتند و تنها کاری که می توانید با آن بکنید استفاده از تجربه هایی است که بر جا گذاشتند. اندیشه های آینده نیست که هنوز شکل نگرفتند و نمیدانید که چه خواهند بود. اندیشه این لحظه شما، یعنی اندیشه‌ای که همکنون در سر دارید، کاملا در اختیار شماست. مثال: اگر بچه‌ای داشته باشید که همیشه اجازه داشته تا دیر وقت بیدار بماند و ناگهان شما تصمیم بگیرید که اکنون می‌خواهید این بچه هر شب سر ساعت 8 بخوابد، فکر می‌کنید ماجرای نخستین شب چگونه خواهد بود؟ کودک بر ضد این قانون جدید عصیان خواهد کرد و پاهایش را بر زمین خواهد کوفت و فریاد خواهد کشید و تا آنجا که بتواند خواهد کوشید که به رخت خواب نرود. اما اگر شما در کمال آرامش به تصمیم خود بچسبید و بسیار محکم و استوار بگویید که این وقت جدید خوابیدن است، عصیان کمتر و کمتر خواهد شد. پس از 2-3 شب نیز این قانون تازه استقرار خواهد یافت. ذهن شما نیز همین گونه است. البته نخست عصیان خواهد کرد چون نمیخواهد از نو تربیت شود، اما اختیار در دست شماست. اگر مصمم و متمرکز بر جا مانید، چندی نخواهد گذشت که شیوه جدید تفکر استقرار خواهد یافت و هنگامی که در میابید شما قربانی درمانده اندیشه هایتان نیستید، بلکه حاکم ذهن خود هستید، احساسی بسیار نیکو به شما دست میدهد. تمرین: رها کردن. اکنون که این را میخوانید، نفسی عمیق بکشید و بگذارید به هنگام بازدم همه فشارها جسم شما را ترک کنند. بگذارید پوست فرق سر و پیشانی و چهره‌تان استراحت کند. به هنگام مطالعه لازم نیست که به سر خود فشار آورید. بگذارید زبان و گلو و شانه هایتان استراحت کنند. می توانید با بازوها و دستهایی آسوده کتاب را نگه دارید. همکنون این کار را بکنید. بگذارید پشت و شکم و لگن خاصره تان بیاساید. همچنان که به ساقها و پاهای خود استراحت می دهید، بگذارید نفسهایتان آرام شوند. آیا پس از خواندن بخش بالا تغییر محسوسی را در تن خود مشاهده می کنید؟ توجه کنید که تا چه اندازه به چیزی چسبیده اید و این انقباض را با تن خود انجام می دهید یا با ذهن خود. در این حالت آسوده و راحت به خود بگویید من مشتاقم که رها شوم. من رها می کنم. من رها می شوم. من هر فشاری را رها می کنم. من هر ترسی را رها می کنم. من هر خشمی را رها می کنم. من هر احساس گناهی را رها می کنم. من
هر غم و اندوهی را رها می کنم. من همه محدودیت‌های کهنه را رها می کنم. من رها می کنم و در آرامشم. من با خودم در آرامشم. من با فرایند زندگی در آرامشم. من ایمن هستم. تمرین بالا را 2-3 بار انجام دهید. سهولت رها کردن را احساس کنید. به محض بروز اندیشه های سختی و دشواری تمرین بالا را تکرار کنید. مدت زمانی طول می کشد تا این روند جزئی از وجودتان شود. هنگامی که خود را در این حالت آرام قرار می دهید، نخست تسلط بر جملات تأکیدی برایتان آسان می شود. با آغوش گشوده و پذیرا به سراغشان می روید. می بینید که نیازی برای تقلا و فشار و تکاپو وجود ندارد. فقط آرام و آسوده باشید و اندیشه های مناسب را در سر بپرورانید. بله، به همین آسانی. رها کردن جسمانی. گاه ما به تجربه رها کردن جسمانی نیاز داریم. تجربه ها و هیجان ها می توانند در بدن مسدود و قفل شوند. اگر از بیان و کلام خود جلوگیری کرده باشیم، اگر شیشه های اتومبیل را بالا بکشیم و فریاد بزنیم، می تواند بسیار رها کننده باشد. مشت زدن به رخت خواب یا لگد زدن به بالش و همچنین بازی تنیس یا دویدن نیز می تواند راهی بی آزار برای رها کردن خشم فرو خورده باشد. چندی پیش 1-2 روز دردی در شانم احساس می کردم. کوشیدم به آن اهمیت ندهم، اما دست از سرم بر نمی داشت. سرانجام نشستم و از خود پرسیدم چه پیش آمده است؟ چه احساسی دارم؟ دیدم که حسی شبیه به سوختن است و سوختن و سوختن. سوختن نشانه خشم است. پرسیدم از چه خشمگین هستی؟ نمیدانستم از چه خشمگینم. پس گفتم بیا بنشینیم و ببینیم که میتوانیم علتش را پیدا کنیم. 2 بالش بزرگ را روی تخت گذاشتم و با تمام نیرو به آنها ضربه زدم. تقریباً پس از 12 ضربه دقیقاً دریافتم که از چه خشمگینم. کاملاً روشن بود. پس با شدتی بیشتر بر بالش ها کوفتم و سر و صدایشان را نیز درآوردم و هیجان‌های تنم را نیز رها کردم. وقتی این کار به پایان رسید حالم خیلی بهتر شد و روز بعد در شانه‌ام دردی نداشتم. نگذارید گذشته شما را عقب نگه دارد. عده‌ای نزد من می‌آیند و می‌گویند که به دلیل رویدادی در گذشته نمی‌توانند از امروز خود لذت ببرند، چون کاری را در گذشته به انجام نرساندند یا به طریقی خاص انجام دادند، اما امروز قادر نیستند زندگی کاملی داشته باشند، چون دیگر چیزی را که در گذشته داشتند ندارند. نمی‌توانند از امروز خود کام بجویند، چون در گذشته آزار دیدند. اکنون عشق و محبت را نخواهند پذیرفت، چون یک بار که کاری کردند چیزی ناخوشایند پیش آمده است، مطمئن نیستند که امروز نیز اتفاق نیفتد. چون یک بار کاری کردند که از بابت آن متاسف هستند، یقین دارند که تا ابد انسان‌های بدی خواهند بود. چون یک بار کسی در حق آنها ناجوانمردی کرده است، اکنون تقصیر همه انسان هاست که زندگی آنها آنگونه که باید باشد نیست. چون روزگاری از وضعیتی به خشم آمدند، به این اعتقاد که انسان‌هایی منصف هستند خواهند چسبید. به علت تجربه‌ای بسیار دور که با آنها بدرفتاری شده است، هرگز کسی را نخواهند بخشید و آنچه در حق آنها شده است فراموش نخواهند کرد.
چون به ضیافت دبیرستان دعوت نشدم، امروز نمیتوانم از زندگی خود لذت ببرم. چون نخستین اجرای من موفق از آب در نیامد، تا آخر عمرم از هرچه اجراست وحشت دارم. چون هرگز ازدواج نکردم، نمیتوانم در زندگی خوشبخت باشم. چون در نخستین رابطه عاشقانه‌ام شکست خوردم، دیگر نمیخواهم عشق وارد زندگیم شود. چون روزگاری تذکر کسی آزارم داد، دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. چون یک بار چیزی دزدیدم، باید خودم را تا آخر عمر مجازات کنم. چون در کودکی فقیر بودم، هرگز به جایی نخواهم رسید. آنچه معمولاً نمی‌خواهیم بپذیریم در یافتن این نکته است که چسبیدن به گذشته، هر چه بوده و هر اندازه نیز که هولناک بوده، تنها خود ما را آزار می‌دهد. آنها اصلاً اهمیت نمی‌دهند. معمولاً آنها خبر هم ندارند. از نپذیرفتن این که به طور کامل در همین لحظه زندگی کنیم، تنها خود را آزار می دهیم. گذشته تمام شده و رفته و آن را نمی توان عوض کرد. تنها می توانیم این لحظه را تجربه کنیم. حتی زمانی که افسوس گذشته را می خوریم، خاطره گذشته را در این لحظه تجربه می کنیم و از این طریق تجربه راستین این لحظه را از دست می دهیم. تمرین: رها کردن. اکنون بیایید گذشته را از ذهن خود پاک کنیم و دلبستگی عاطفی به آن را رها کنیم. بگذارید خاطره فقط خاطره باشد. اگر به لباسی که کلاس سوم دبستان می پوشیدید فکر کنید، معمولاً هیچ گونه دلبستگی عاطفی به آن ندارید. تنها به چشم یک خاطره نگاهش می کنید. همه رویدادهای گذشته زندگیمان می توانند همین گونه باشند. وقتی گذشته ها را رها می کنیم، آزاد می شویم تا از تمام قدرت ذهن خود برای کامجویی از این لحظه و آفرینش آینده عظیم استفاده کنیم. از تمام چیزهایی که می خواهید رها کنید، فهرستی تهیه ببینید. برای انجام این کار تا چه اندازه مشتاق هستید؟ به واکنش‌های خود توجه کنید. برای رها کردن اینها چه باید بکنید؟ برای این کار تا چه اندازه مشتاقید؟ تا چه حد مقاومت می‌کنید؟ بخشایش. گام بعد بخشایش است. بخشیدن خودمان و دیگران ما را از گذشته‌ها رها می‌کند. کتاب تعلیم معجزات بارها و بارها میگوید که بخشایش تقریباً پاسخ همه مسائل است. من میدانم که هرگاه گیر کرده باشیم، به این معناست که هنوز بخشایشی را به انجام نرسانده ایم. هنگامی که در جریان زندگی در این لحظه آزادانه شناور نباشیم، معمولاً معنایش این است که به لحظه‌ای در گذشته چسبیده ایم. این میتواند پشیمانی و اندوه و آزار و ترس و احساس گناه و سرزنش و خشم و نفرت و انزجار و گاه حتی میل به انتقام جویی را در بر بگیرد. همه این حالات از فضای عدم بخشایش و عدم پذیرش رها کردن به این لحظه می آید. محبت همواره پاسخ هر گونه شفاست و راهی که به محبت می انجامد بخشایش است. بخشیدن نفرت و انزجار را نابود می کند. من برای این روش چند راه پیشنهاد می کنم. تمرین: نابود کردن نفرت. امت فاکس برای نابود کردن نفرت تمرینی قدیمی دارد که همیشه مؤثر بوده است. او توصیه می کند که آرام بنشینید و چشمان خود را ببندید و بگذارید که جسم و ذهنتان استراحت کند. آنگاه خود را در تئاتری تاریک مجسم کنید. صحنه‌ای کوچک جلوی شماست. شخصی را که بیش از همه از او نفرت دارید بر آن صحنه قرار دهید. وقتی این شخص را به روشنی دیدید، همه موهبت‌های نیکو را برای او مجسم کنید.
همه موهبت‌هایی که برای او پرمعنا خواهد بود، او را متبسم و خوشبخت ببینید. چند دقیقه این تصویر را نگاه دارید، آنگاه بگذارید محو شود. من دوست دارم که گامی بر این گام بیفزایم. وقتی او صحنه را ترک می کند، خود را بر صحنه قرار دهید. ببینید که همه موهبت‌های نیکو به سراغ شما نیز می آیند. خود را نیز متبسم و خوشبخت ببینید. بدانید که نعمت کائنات در اختیار همه ماست. تمرین بالا ابرهای تیره نفرت و انزجاری را که بیشتر ما همواره داریم نابود می کند. انجام تمرین بالا برای بعضی بسیار دشوار است. شاید هر بار که این تمرین را انجام می دهید، شخصی متفاوت را بر صحنه بنشانید. به مدت 1 ماه هر روز این تمرین را انجام بدهید تا ببینید چقدر سبکتر خواهید شد. تمرین انتقام. سالکان معنویت از اهمیت عفو و بخشایش باخبرند. بعضی از ما برای اینکه بتوانیم کاملا ببخشاییم لازم است نخست گامی دیگر برداریم. گاه کودک کوچک درون ما نیاز دارد که پیش از بخشایش انتقام بگیرد. این تمرین برای این منظور بسیار سودمند است. چشمان خود را ببندید. چشمان خود را ببندید. خاموش و آرام بنشینید. به آن کس که بخشیدنش از همه سخت‌تر است بیندیشید. واقعاً دوست دارید که با او چه کنید؟ او برای اینکه عفو و بخشایش شما را به دست آورد چه باید بکند؟ مجسم کنید که همکنون آن کار را کرده است. وارد جزئیات شوید. می‌خواهید که آنها برای چه مدتی رنج یا ریاضت بکشند؟ هرگاه احساس کردید که کارتان تمام شده است، زمان را کوتاه کنید و بگذارید که این حس برای ابد خاتمه یابد. معمولاً در این نقطه احساس سبکی می کنید و اندیشیدن به عفو و بخشایش آسان‌تر می شود. انجام روزانه این تمرین خوب نیست. 1 بار انجام دادن آن به منظور پایان بخشیدن به نفرت می تواند رهاننده باشد. تمرین بخشایش. اکنون آماده بخشایش هستیم. اگر می توانید این تمرین را همراه یک یار انجام بدهید یا اگر تنها هستید به صدای بلند. دیگر بار آرام بنشینید و چشمان خود را ببندید و بگویید کسی که لازم است او را ببخشم فلان فرد است و من تو را برای فلان کار میبخشم. این تمرین را بارها و بارها تکرار کنید. شاید در مورد بعضیها خیلی چیزها را باید ببخشایید و در مورد عده‌ای 1-2 چیز را. اگر یاری دارید بگذارید او به شما بگوید متشکرم، من اکنون تو را آزاد می کنم. اگر یار ندارید مجسم کنید شخصی که او را می بخشید این جمله را به شما می گوید. این تمرین را دست کم به مدت 5 یا 10 دقیقه انجام بدهید. خاطره بی‌عدالتی ها و ناروایی هایی را که هنوز در وجودتان مانده است در دل خود جستجو کنید. آنگاه بگذارید از ذهن شما بروند. وقتی تا آنجا که اکنون برایتان مقدور است مسئله را پاک و روشن کردید، توجهتان را به سوی خود برگردانید و به صدای بلند به خود بگویید من خودم را برای فلان مورد میبخشم. این تمرین را نیز به مدت 5 دقیقه انجام بدهید. اینها تمرین‌های نیرومندی هستند که خوب است برای پاک کردن زوائد باقی مانده هفته 1 بار آنها را انجام داد.
رها کردن پاره‌ای از تجربه ها آسان است و بعضی را باید ریز ریز کرد تا سرانجام روزی ناگهان نابود شوند و راهشان را بگیرند و بروند. تمرین تجسم. یک تمرین خوب دیگر این است که در صورت امکان کسی این را برای شما بخواند یا آن را بر روی نوار ضبط کنید. این قسمت رو آرام میخونم تا بتونید با چشم بسته اون رو تصور کنید و انجامش بدید. خود را کودکی 5-6 ساله مجسم کنید و به ژرفای چشمان این کودک بنگرید و آرزوی صمیمانه اش را دریابید که این کودک تنها چیزی که از شما می‌خواهد محبت است. پس آغوش خود را بگشایید و این کودک را بغل کنید و با محبت و ملایمت در آغوشش بگیرید و به او بگویید که چقدر دوستش دارید و برای شما عزیز است. همه چیز این بچه را تحسین کنید. به او بگویید که اگر به هنگام فراگیری اشتباهی از او سر بزند کوچکترین اشکالی ندارد. به او قول بدهید که در هر شرایطی با او خواهید بود. اکنون بگذارید این بچه آنقدر کوچک شود که در قلب شما جا بگیرد. بگذارید این بچه در قلب شما بماند. همین که سرتان پایین می آید چهره کوچکش را ببینید که سرش را بالا کرده و به شما نگاه می کند تا می توانید همه محبت خود را نثارش کنید. اکنون مادر خود را نیز به صورت دخترکی 4-5 ساله مجسم کنید که وحشت زده است و جویای محبت و هراسان از این که این محبت را کجا پیدا کند. آغوش خود را بگشایید و این دختر بچه را بغل کنید و به او بگویید که چقدر دوستش دارید و برای شما عزیز است. به او اطمینان خاطر بدهید که می تواند به شما تکیه کند و همواره در هر شرایطی با او خواهید بود. وقتی آرام گرفت و احساس ایمنی کرد بگذارید آنقدر کوچک شود که در قلب شما جا بگیرد. او را نیز با کودک کوچک خود در قلبتان جا دهید تا محبت خود را به یکدیگر نثار کنند. اکنون پدر خود را نیز به صورت پسر بچه‌ای 3-4 ساله مجسم کنید که وحشت زده و گریان و جویای محبت است و اشک از چهره‌اش می‌بارد چون نمی‌داند به کجا پناه ببرد. اکنون که آرامش بخشیدن به کودکان وحشت زده کوچک را به این خوبی آموخته اید، آغوش خود را بگشایید و این پسر بچه لرزان را نیز آرامش دهید. نوازش کنان قربان صدقه‌اش بروید و بگذارید بفهمد که چقدر دوستش دارید. این احساس را به او بدهید که برای همیشه در کنارش خواهید بود. هر وقت اشک‌هایش خشک شد و احساس کردید که این پسر بچه آرام و قرار گرفته است، بگذارید آنقدر کوچک شود که در قلب شما جا بگیرد. بگذارید او نیز در قلب شما بماند تا این بچه‌های کوچک بتوانند عشق خود را نثار یکدیگر کنند و شما نیز
همگی آنها را دوست بدارید. در قلب شما آنقدر محبت هست که می توانید با آن تمام این سیاره را شفا دهید. اما اکنون بگذارید از این محبت برای شفای شما استفاده کنیم. تابش گرما و ملاطفت و ملایمت را در کانون دل خود احساس کنید. بگذارید این احساس طرز تفکر و شیوه گفتاری را که درباره خود دارید عوض کند. و جملات تأکیدی انتهای کتاب: در لایتناهای حیات آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. دگرگونی قانون طبیعی زندگی من است. من به پیشواز دگرگونی می روم. من مشتاقم که عوض شوم. من انتخاب می کنم که طرز تفکر خود را عوض کنم. من انتخاب می کنم که واژه‌هایی را که به کار می برم عوض کنم. من به آسانی و شادمانی از کهنه به نو ره سپارم. برای من بخشیدن از آنچه فکر می کردم آسان تر است. بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد. با شادمانی می آموزم که خود را هرچه بیشتر دوست بدارم. هرچه بیشتر نفرت و انزجار را رها می کنم، عشق و محبت بیشتری از خود نشان می دهم. عوض کردن اندیشه هایم به من احساسی نیکو می بخشد. من می آموزم که تجربه امروز را به شادکامی بدل کنم. در جهانم همه چیز نیکوست. در جهانم همه چیز نیکوست. عزیزان همراه، این فصل یک فصل پر از تمرین بود. لطفاً در حین خوندن کتاب حتماً تمرین ها رو انجام بدید. حداقل 1 ماه این تمرین ها رو انجام بدید تا انشاءالله به رهایی لازم برسید. متشکرم.